دوستان عزیز، امسال بار اول در تاریخ فوتبال میهن دسته استقلال تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک می‌نماید. استقلال شامل گروه A شده با تیم‌های الهلال عربستان سعودی، شباب الاهلی امارات متحده عرب و AGMK ازبکستان رقابت می‌کند. فعلا هیئت دسته استقلال در مکان برگزاری مسابقه شهر ریاض عربستان سعودی قرار دارد. چند لحظه پیش با راهبر دفتر مطبوعاتی باشگاه استقلال رستم حکیمов در تماس بودیم و فشرده آن را منظورتان می‌گردانیم. سلام رستم، خوب هستید؟ سلام علیکم، همه خوب است. سلامت باشید. در آغاز می‌خواستیم فهمیم که بود و باشید تیم در مکان برگزاری مسابقه چگونه است؟ یگان مشکلی وجود دارد یا نه؟ خیلی که شما اطلاع دارید، ما صبح 11 اپریل وارد عربستان سعودی شدیم. در فرودگاه ما رو نمایندگان سفارت تاجیکستان در عربستان سعودی و کارمندان فدراسیون فوتبال عربستان سعودی خیلی خوب پذیرایی نمودند. پس از آن ما اومدیم در دسته جایگیر شد در مهمانخانه واکو که در یک منظره جای خیلی خوبی شهر ریاض قرار دارد. بعد از آن ما بگاه خودی همان روز با مشق فرا گرفته شدیم. مشق اولین خود رو گذراندیم. در ریاض یگان مشکلی نیست، تمامی شرایط مهیا کرده شدند. آمادگی آخرین دسته با بازی نخست چی طور است؟ آمادگی دسته خیلی خوب است. ما در حال حاضر 2 تمرین گذراندیم. تمرین ها خیلی خوب جریان دارند. آمادگی ها در یک سطح بلند است. در حیات یگان تغییرات نیست. همه اون 21 نفر بازیگرانی که در دسته هستند با تمرین ها فرا گرفته شدند. امروز هم تمرین سه‌م خود رو میگذارونیم و فردا تمرین رسمی در همون ورزشگاه کلانی که به نام پادشاهی سعودی است در اونجا برگزار میگردد. در مسابقات سطح باشگاهی فراخوروی رقابت کردن هم افتخار است و هم مشکل. در مورد گروه چی نظر دارید؟ بله، شما درست قید کردید. دسته سال اولین بار در این سطح بازی میکند در مرحله گروهی. گروه ما خیلی دسته های بقوت هستند. خیلی یک دسته سخت است با مانند الهلال عربستان سعودی که سال 2019 صاحب جام قهرمانی آسیا بود. دسته شباب الهلال و AGMK چی گفتنیم، نو باسته از اینکه این گروه خیلی سخت است. ما هم تئوری خیلی خوب دیده ایم و حرکت میکنیم که در بین این دسته ها خیلی یک بازی خوب نشون دهیم و توانیم که باز هم با مرحله های دیگر راه یابیم و توانیم که تاجیکستان رو در این مسابقه با یک سری بلند نمایندگی کنیم. در یگان مشکلی دیگر نیست، این فوتبال است. در هر واقعه هر چی رخ دادنش ممکن است در میدان و ما آماده هستیم با این دسته ها رقابت کنیم. امیدواریم که مطلب در انتظار فوتبال بازان تاجیک را در مسابقات لیگ چمپیونان عملی می‌سازد. تشکر برای صحبت.